راستش همیشه فکر میکردم سخت‌ترین کار دنیا انتخاب کردنه. اما نه. سخت‌ترین قسمت ماجرا اون لحظه‌ایه که انتخابتو کردی ولی هنوز انجامش ندادی. همون چند ثانیه کشدار که نه میذارن برگردی نه هولت میدن جلو. اتاق تاریکه، نه از اون تاریکی‌های ترسناک، از اون تاریکی‌هایی که فقط ساکتن. همه چی خوابیده ولی ذهن آدم دقیقاً توی همین ساعتها بیدارتر از همیشه است. گوشی توی دستمه، نور صفحه افتاده روی انگشتم. پیامو نوشتم، خیلی ساده. نه جمله بندی عجیب، نه بازی، نه ادا. فقط این. دلم برات تنگ شده. همین. نوشتنش سخت نبود. سختی کار اینجاست. همین فاصله کوتاه بین من و دکمه ارسال. همین 1 میلیمتر لعنتی. اینجا زمان یه جور دیگه کار میکنه. بیرون شاید فقط چند ثانیه بگذره ولی توی سر من انگار یه عمر رد میشه. من توی این فاصله معلقم. نه فرستادمش که تکلیف روشن بشه، نه پاکش کردم که وانمود کنم هیچ چیز مهم نبوده. یه جور برزخ خودخواسته است. همینجاست که لیمبو شروع میشه. عجیبه. آدم توی روز خیلی چیزا رو خوب بلد میشه سرش رو گرم نگه داره. بلد میشه خودش رو با کار، با حرف، با خستگی، با آدم‌ها، با برنامه‌ها از یه سری حسا رد کنه. بلد میشه جوری راه بره که انگاری چیزی تکونش نمیده. ولی شب که میشه، وقتی صداها گم میشن، وقتی هیچ کس نیست که نقش من خوبم رو براش بازی کنی، همه چیز برمیگرده سر جاش. بی سر و صدا میاد میشینه درست روبروت، فقط با یه سوال ساده: واقعا دلت چی میخواد؟ و جوابش بعضی وقتا خیلی خجالت آوره ولی خیلی صادقه. مثلا همین الان جوابش فقط اینه که دلم میخواد اون طرف این پیام کسی باشه که بفهمه. همین، نه بیشتر. فقط این که بدونم هنوز بین این همه فاصله یه نخ باریک هست که کامل پاره نشده و میتونه دوباره ما رو به هم وصل کنه. دیگه حتی بحث جواب گرفتن هم نیست. بحث اینه که چطور ممکنه این همه حرف نگفته، این همه دلتنگی جمع شده آخرش برسه به یک لمس خیلی ساده روی صفحه گوشی. این حجم از احساس فشرده شده توی یک حرکت انگشت. از خودم میپرسم اگه بفرستم چی از من کم میشه؟ چی از من لو میره؟ اون تصویری که از خودم ساختم، اون آدم سرسختی که یاد گرفته بود سکوت کنه، بعد از این پیام هنوز همونه؟ یا نه یه دفعه همه چیز ترک میخوره؟ شاید مسخره باشه ولی بعضی شبا آدم نه از جواب میترسه نه از بی جواب موندن. از این میترسه که خودش رو بدون سپر جلوی کسی بذاره که همه نقطه ضعفاشو بلده و اون لحظه دیگه راه برگشتی نباشه. من اینجا نشستم با یه پیام کوتاه، با یه دست معلق و با سکوتی که داره از هر حرفی بلندتر صدا میده. کاش یکی بود این چند ثانیه رو از روی دوش آدم برداره. کاش یکی بود این مکس رو هل بده. یا برعکس آروم دستتو بگیر و بگه لازم نیست بفرستی، لازم نیست امشب چیزی رو ثابت کنی. اما هیچ کس نیست. واقعیت همینه. آخرش همیشه خودتی و اون لحظه‌ای که باید تصمیم بگیری از خودت محافظت کنی یا حقیقتت رو بگی. و شاید کل زندگی همین چند ثانیه ها باشه. همین جاهایی که نرفتی نموندی اما از درون دیگه آدم قبل نیستی. خوش اومدید به لیمبو، جایی که همه چیز قبل از اتفاق افتادن شروع میشه.